کارشناسان خدمترسانی سپید تست درباره سرعت و نرخ اینترنت در گوشه کنار دنیا گزارش نشر کردند. در عموم سرعت میانه اینترنت در دنیا 70 مگابایت ثانیه می باشد، ولی در اکثر کشورهای جهان سرعت اینترنت خیلی پست است و اپراتورها نمی توانند سرعت بلند اینترنت را تأمین کنند. همین طور در تاجیکستان سرعت میانه اینترنت 21.1 مگابایت ثانیه بوده، سرعت اینترنت تلفنی پستتر 10.8 مگابایت ثانیه می باشد. در این راستا تاجیکستان از روی سرعت اینترنت تلفنی در بین 141 کشور جهان در مقام 132 جایگیر شده است. همین طور تاجیکستان در قطار 10 کشور اینترنتش سست‌ترین قرار گرفته است. اما از روی اینترنت خانگی از میان 176 کشور در مقام 108 جایگیر شده است. طبق گزارش سپید تست با سرعت ترین اینترنت در کره جنوبی و سینگاپور موجود است.